آقا امروز چالش داریم. میخوایم ببینیم توماهای که از خونه میاریم بیشتر جواب میده یا توماهایی که از محیط به دست میاریم. آقا ما برای اینکه تومه بومی اینجا رو بگیریم مثل میگو، خرچنگ، صدف، قلاب رو میگیریم اینجوری میزنیم زیر شکمش، میبینین یه کجش کنن. آقا خیلی مخلصیم. آقا دوباره اومدیم اسکله، بریم ببینیم چی میشه. خوب ماهیگیری باید میکنیم. آقا خوبه، آبم صافه، همه شد. بریم. آقا نصف راه اومدیم تقریبا. هنوز ببینیم ماهیگیرا دارن میرن. میبینیم اون تا باید تا اون ته بریم. بعدیش اینه وسیله زیاده، تومه و مومه و خمیر و لحظه اینا سنگین میکنه کارا. ولی خب دیگه وقتی میشینیم اونجا قشنگ خستگی آدم در میاره. آخیش نگم براتون، جای همه خالی. یعنی از زیر سنگا، از لای چیزا اینجا معمولا میگو داره، صدف داره، خرچنگای کوچیک داره. اینا رو میزنن به عنوان تومه. اینا رو بریم تست کنیم ببینیم چی میشن. ببینیم این تومهایی که از خونه میاریم جواب میده یا این تومهایی که از محیط میگیریم. با ما باشین. آقا یه جای خوب پیدا کردیم، اون سمت منم چند تا ماهیگیر هستن، برای همین من یکم آروم صحبت می‌کنم. میکروفون اگه جواب بده صدا میرسه. خب آقا ما جا رو پیدا کردیم، جای خیلی خوب شیک. الان ویورم بهتون نشون میدم. بریم واسه تومه زدن. فعلا تومه‌های معمولی رو میزنیم که از خونه آوردیم، بعد میریم واسه جمع کردن تومه‌های بوم. آقا با ما باشین. آقا مخلصیم. آقا ما برای اینکه تومه بومی اینجا رو بگیریم مثل میگو، خرچنگ، صدف، از این استفاده میکنیم. اسمش چیه؟ کرفا. حالا چی کار میکنیم؟ معمولا از یه چیزی هست به اسم گرگور، جنوبی ها بهش میگن. حالت هشتی شکل، حفره داره، توری هم هست، ماهی میره توش. بر بچه ماهی گرفتن این استفاده. اما این خوبیش اینه که دیگه مثل اون نمیخواد بندازی تو دو ساعت. این خمیر رو اینجوری یه ذره خمیر رو میریزی توش، اینو میذاری جایی که چی؟ کف آب تو دهنش برسه به کف آب. الان بیایم با هم ببینیم کجا میزنمش. ببینیم الان اینو برمی‌دارم. خب
الان ببینید این کرفا رو خیلی آروم میذارم همین تو. اینجا یکم موج زیاده، بریم اینجا که سنگ بهتری داره، قشنگ میشه باستن. آها نگاه، اینجا رو میبینید چند تا سنگ هستش، میذاریم همین دهنه اینجا. بذار بره پایین. آها قشنگ این باز چه توریه. آها خب میذاریمش اینجا. دیدین کجا گذاشتمش اونجا. فعلا میذاریم تا یکم میگو و پیگو و اینجور چیزا توش جمع شه. چرا کدوم اول شدید؟ حالا بهتر. یکم میگو اینا توش جمع شه، بعد بیایم میگاشو جمع کنیم بره. خب آقا چوبامون هم انداختیم اینجوری شیک و مجلسی. اینجا هم که وسایلمونه، این هم که ویو زیبا و جذابی از دریا. اومدیم نوک اسکله. اونجا اگه ببینید چند تا کشتی هم هست. ببینم میتونم زوم کنم. دیدین؟ نه 3-4 تا کشتی منتظرم بارگیری کنن. البته کشتی زیاد اون سمتم چند تا کشتی هست، اما خب دیده نمیشه. اینا نزدیک‌ترینش. اینا منتظرم برای یا بارگیری یا تخلیه. اسکله است دیگه، اسکله. خب به به ویو چوب لنسران. اون برم چند تا ماهیگیر هستن که حالا با هم کلی گپ و گفتمان کردیم. آقا چوب پنبه‌ای هم داریم میندازیم ها. اون دفعه چوب پنبه‌ای خیلی حال داد. آقا کلی میگو گرفتم. بریم یکی از چوبا رو میگو بزنیم ببینیم چی میشه. اون طرح قدیم بود، طرح قدیم دو قلابه رو، دو انشابه رو، اونو میخوام میگو بزنم. با هم بریم میگو رو ببینیم. بیاریمش بالا. نگاه روش همینجوری میگو چسبیده میفته. خب ببینیم الان اینا دیدین، این داخلش همین میگوه. نگاه به این کناره این خمیر است. این میگوها رو میزنم برای تومه. ورجک هم میزنم. نگاه اینا دیدین. خب بریم واسه این که تومه بزنیم. فارم بیاریم. خیلی خوب. به به بریم واسه میگو. عزیزان میگومونو بزنیم به قلاب. این قلاب آره اینم میگومون. سلام میگو. خب میگن که بعد اول بزنی اینجوری بیهوشش کنی، بزنیش زمین که چی ها. نامرد این که بیهوش نشد لعنتی. آها در رفت. کجا قیبش زد؟ هیچ. بریم یکی دیگه پیدا کنیم دیگه. الان همینجا افتاده. اینا نامرده. نگاه داشته فرار میکرد. دیش. خیلی خوب. خب این از میگومون. حالا قلابو میگیریم اینجوری میزنیم زیر شکمش تا بره اینجوری. دیدین؟ اینجوری قلابم یه زنه میذاره بیرون.
خب آقا، 2 قلاب و میگو زدیم شد این شکلی، میبینین؟ بریم میگو هم پرت کنیم ببینیم میگو میزنی یا ذرت. بریم واسه پرتاب. میگوها رو دوباره بهتون نشون بدم. ببین نیا کنی اینجا پر میگو، دیدی؟ این یه میگو، این 2 میگو، این 3-4 تا میگو بزرگ همین ترس. بریم اینو دوباره بذاریم تو آب، لازمش داریم. آره هنوز میگو میخوایم. آقا یه سری از اینا هم آوردم، میبینید؟ صدفای کوچیکه. اینا هم میگن یه نوع تومه است و ماهی سفید تو دریای خزر خوب میزنه. فعلا یه چند تا گرفتم، اون زیر سنگ پره، این اون سنگ اونجا رو پر. فعلا یه چند تا گرفتم، اینم تست کنیم. بومیه دیگه. البته یکی از بچه‌ها میگفت بیام اینجا کلیس هم خوب میزنه. کلیس رو باید بگیرم ببینم چی میشه. میتونم کلیس بگیرم، من خمیر انداختم چوب پنبه، یه کلیس بگیرم اما موج زیاد نشون نمیده. اینم خوب، اینم بزنیم. آقا خیلی مخلصی. خب این طرف میبینید چند تا خرچنگم گرفتم، میبینید؟ یه کجش کنن. چند تا بچه ما یه خرچنگم زدم ببینیم چی میشه. یه خرچنگ زدم، 2 تا میگو زدم، یه دونه هم ذرت دیگه که خودم آوردم. ببینیم اونا میزنن یا این. با ما باشید. الان ساعت تقریبا 9:30. آخ آقا اینجا اسکله صخره‌ایه، خیلی جای دوربینو میشه سخت تنظیم کرد، برای همین من مجبورم اینجوری صحبت کنم. چاکری. فعلا با ما باشی. همه تومه ها هم زدیم، خرچنگ، میگو، ذرت. انتظاری دیگه باید بشینیم تا غروب. معمولا سر صبح میزنه با مثلا 3-4 غروب. او یه تکونایی داره میخوره، یه تکونای کوچیکی داره میخوره. آره سر صبح میزنه با نزدیکای غروب. الان فعلا بندازیم مایا یکم عادت کنم به طعم اینا، طعم خمیره یکم جمع شن. والا حالش به همین دیگه، کیف میده. جای شما خالی. موجم زیاد شده، میبینید دیگه دریا رو، یکم مواج شده. البته اونقدی نیست که نشه نشست. نیفتین. اونقدی نیست که نشه نشست. فعلا خوبه. نشستیم ببینیم چی میشه. میزنه یا نمیزنه. میزنه. آقا موج خیلی زیاد شده، اصلا یه چیز افتضاح. نگاه. این ماهیگیرای این سمتمون هم که بودن چی؟ همه رفتن. الان من موندم و حوزم. حوز به این بزرگی یا ابوالفضل. یکم دیگه میشینیم تا ظهر میشینیم. اگه زد که خب وامیستیم، اگه نزد میریم سمت حوض، چون این ور دیگه موج داره شدید میشه. میترسم غروب خیلی موج زیاد شه بلندمون کنه بزنه زمین. خب بفهمید صبحانه. خب اول میریم سراغ کافی میکس. به به
آقا آشغالاشو نریزین. و موج دیگه داره خرکی میشه. یواش یواش فکر کنم باید جمع کنم برم اونور. اینجور که من دارم میبینم داستان میشه. آقا بفرما. چاقومونم کسی یه جا بذاریم شیب لامصب میره پایین. نونا بیار بزنیم. فعلا که خبری چی نیست. به به به. پنیر خامه‌ای جان. گوجه بفرما. اوه 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 حاجی. آقا یعنی نون پنیری که اینجا میخوری از شیشلیک مزه میده بادم. نگم براتون. آقا اولین ماهی البته موسوری. مازندرانی هم میدونن یعنی چی. آقا از این ور میگیرن. این همه قلاب، این همه چیز. خیلی خوب. ریدی. برو بابا. چلقوف. آقا خیلی مخلصیم. آقا اونور موج میزد خیس آب شدم. نگاه همه شلوار ملوار همه خیسه. اومدیم تو حوضچه نشستیم دیگه. نه ماهی زد نه چیزی. اومدیم تو حوضچه آرومه. ببینیم حوضچه خیلی آرومه. آره فعلا تو حوضچه بشینیم ببینیم چی میشه. آقا شب شد و مجددا شب شد. تا الان خبری نبود. دریا خیس آب شدم. لباس عوض کردم. موج زد شرت خیس. آره آقا داشتم میگفتم سمت دریا بودم. موج زد خیس شدم. مجبور شدم لباس عوض کنم. الانم تو حوضچه نشستیم. شب شده. تا الان هیچی. دو تا کفال کوچیک و کلیس. بقیه هیچی. ببینیم تا ساعتهای 9 ببینیم خبری هست یا نه. اسکله قبلا خیلی خوب میزد. الان چند وقت اصلا داغونه. میگم به خاطر مازوتیه که تو آب میریزن. نمیدونم والا. ببینیم حالا چی میشه. آقا ساعت 9 شبه. نزد دیگه. امروز کلا نزد. نه تومه‌ای که آوردودم ذرت زد. نه انجیر زد. نه کلیس زد. نه میگو زد. نه خرچنگ زد. بچه ماهی هم زدم. آقا امروز اصلا روز نبود. هیچی نزد. چند تا فقط کلیس و یک کفال کچلی مچلی. هیچی. آقا با امید ماهیگیری بگیری. فعلا